شلم جیجم، حالت چطوره؟ برای این چند روز تعطیلات عید ما تصمیم گرفتیم که بریم مسافرت و قراره که شما هم با ما همراه باشید. انقدر دیروز وقت منو این کار گرفت. من اصلا دیروز میتونستم کلی کار انجام بدم ولی فرصت نکردم چون کل دیروز من رفت به خاطر ادیت ویدیویی که پست شد. 4 تا غذایی که درست شد برای عید که قرار درست بشه و حالا پست بشه. اینا درست شد، وقت نکردم من بخوام تستشون کنم. یعنی من از ساعت 7 که شروع کردم تا ساعت مثلا 2 من درگیر بودم، 2 3 واقعا کف پام درد میکرد. دیگه برم بچسبم اینجا رو دوباره تمیز کنم، بشینم چمدون رو ببندم. ساعت 10:30 شبه. بله ظرفا تمام شد، دارم میرم چمدون رو جمع کنم. یه جوری سرماخوردگی زده بالا که قشنگ هم 10 دقیقه یه رو یه بار باید 10 تا عدسه بکنم. دماغم هم که وضعیتش اینه مثلا فردا مسافرم. خیلی خوبه بچه. من دارم میمیرم. دیشب تا 5 بیدار بودم، از ساعت 8 هم بیدارم. الان ساعت 11 و هنوزم راه نیفتادیم. ساعت 12:27 است. مغزم تب داره، بعد دارم توهم میزنم. داریم الان یه ساندویچ پیدا کنیم. هایدا میخوایم بریم. بسته است، همه جا بسته بود جز این. یه جوری برام نمونده. بیمارستان میرشم سلامت. بچه ها ما رسیدیم، یه ذره حال من بهتره. بریم بازی کنیم توی بیابونی. یه جا رو اوکی کردن، بریم ما هم ببینیم. نوش جان روم. یعنی بعد از باید برم نفس بالا نمیاد چون مهمون داریم زشته. الکی نه تجربه میره. الان احساس بهتری دارم. بله. بهتر شد؟ نه هنوز کامل نه. بجی فشارش بدم بیشتر بیاد اون وقت از ناخونه پام میزنه بیرون. این ناخونه نزنیم. تو برام گیزه تو همین خیابون اومدیم پسرها خرید کنن. الکی تیپ منو بزن. قرار امسال بهترین سال یکمون باشه، درسته؟ یکمون خوشحالی کنید. ما آمدیم گل فروشی، داریم یه جا مهمونی. گفتیم که براشون چی ببریم، بهتر از گل چیزی پیدا نکردیم. میخوان که ما رو دعوت کنن، چیزای خوشمزه بهمون بدن. حسم خیلی خوبه، حس میکنم که روز خیلی خوبی خواهد بود.
امروز 3 عیده و ما اومدیم یه روستای خیلی خفن و اینجا خیلی قشنگه. انقدرم هوا خوبه و خنکه و اصلا عالی. امروز 13 دره و من از آخرین باری که ویدیو گرفتم تا الان خیلی گذشته. کلا درگیر مهمونداری بودم و الان دیگه آخرین روز عیده. با مهمون اومدیم بیرون، کباب و جوجو و از این داستانا. اومدیم پارک ملت رشت. چقدر خوب و سرسبزه، اصلا خیلی خوبه، جاتون خالی. منم نقش کباب زن رو داشتم. کباب زن نه، جوجه سیخون. بچه هم که نقش قلیون و باد بزن و اینا، همه هم دارن جوجه میزنن. آقا سیخی 6000 6000 کمه. آرزو میکنم که امسال سال خیلی خوبی برای تک تکمون باشه، خیلی سال خوبی باشه برامون، پر از اتفاقات قشنگ. اون آرزو بزرگره که فکر نمی‌کنی بهش برسی، امسال بهش برسی. مرسی تا اینجای ویدیو همراه من بودی. تا ولاگ‌های بعدی خدافظ.